آیا باری فکر کردید که در تاریخ انسانیت احتمال انسانی به شما عیناً مانند وجود داشتن از چند فایز است؟ برای 100% جواب دادنتان باید از حضرت آدم شروع کرده تا زمان ما میلیاردها انسان را پیش نظر بیارید. از این رو میگویند که انسانها جفت آفریده شدند. حتی میگویند که در دنیا هر شخص دوگانی که دارد که هم دیگر را نمیشناسند، یعنی خیلی به هم مانندند. البته از لحاظ سیما وقتی بختیار در پایتخت به دنیا آمد کسی نمیدانست که دوگانی که او رفعت شکیب 1 سال پیش در شهر دیگر تولد شده است. خلاصه گپ بختیار و رفعت مثل دو پنگوین به هم دیگر مانند بودند، ولی بجز مانندی ظاهری دیگر هیچ چیز مشترک نداشتند. آنها در دنیای تماما فرق کننده به دنیا آمده بودند. هیچ کس گفتن نمیتواند که دو نفری به هم مانند در همه کار مانند باشد. آخر مانند بودن اصل آن را داشته نمیتواند. نتیجه مثبت. مثبت؟ پدر کودک شما هستید آقای رفعت. چه خیل؟ نه، این خیل شده نمیتواند. اینجا یگان خطا شده است. سنجش دینکا احتمالی پدری 99%. این غیر امکان. این خیل شده نمیتواند. این غیر امکان. این خطا است. چی گپ شد؟ علم در همینجا مغلوب شده است. عزیزم، تشکر زیاد آقای دکتر. این خیلی ناممکنه. بختیار پدر شدن نمیتواند. عزیزم، التماس نرو. عزیزم نرو. من غرورم رو زیر پا کرده پای اینجا آمدم. مخصوص برای چی میدونی؟ با تو دیگر گپی گفتنی ندارم. تو برای من تا ابد مردی. برای در نزد محبوبت پس زدن من کردی این کارو. همه حسیات خوبی قلبت رو نیز کردی. تو برای من مردی. عزیزم، این خیل نگوی. التماس اینجا یگان گپ است. نتیجه های سنجش عوض شده است. آن کودک از من نیست و بودن نمیتواند. قسم میخورم. این دفعه ما غلبه میکنیم ربات. هم در عشق هم در جنگ. تا روزی سود رو برویم نبرو. نباشد من با دستانم خودم تو رو میکشم. من وعده‌ام رو اجرا کردم. اکنون نوبت تو. بختیار این کار را که کرده عقلم نمیگیرد. این غیر امکان از غیر امکان. تا مردن آقای رفعت بختیار جمیله را حتی نمیشناخت. خیر اگر گویم یگان کار کرد حتی وقت هم روز نمیگیرد.
نباشد بختیار با رفت. چی نگاه میکنید اکا؟ شما با رفت دوگانیک هستید؟ چه علاقه دارد؟ من برادری دوگانیک هیچ گونه نداشتم. نباشد نتیجه سنجش چرا این خیلی برآمد؟ من از کجا دانم؟ ممکن نتیجه های عوض شدن. غیر امکان. دکتر نام گرفت، رفت چکر گفت. نباشد یگان کس نتیجه ها رو عوض کرد؟ نباشد بار دیگر نتیجه ها رو بینم. دیدی؟ من با تو چی گفته بودم؟ حالا هم هیله میکنی؟ چه خیلی هیله؟ جمیله من به تو چی گفتم؟ دروغ میگویم لیکن گوش نمیکنم. کودک از رفت نبوده است. اگر نتیجه رو عوض نمیکردم حالا غرق شدگی بودیم. چه خیلی یعنی؟ آن طرفش رو تو میگویی اکنون. حاضر به ماشین سوار شو تا عزیزه و رفت ابدی جدا شدن مهمانی من میشوی. نه نمیشود. میشود. از نو سنجش گذرانیدنشون رو فرصت نمیدیم. شین با ماشین. کنی گذر زودتر. لعنتی، این آدم چقدر اینقدر پس شده میتواند؟ با چشمم نگاه کرده چقدر دروغ گفت، چقدر مرا به این حالت افتاد. آدمی پست با من باید چنین نمیکردی. تو هم از رام یک سو ایستا، یک سو ایست، یک سو ایستا گفتم. نتیجه ها یک خیل؟ با دکتر یک بار دیگر گپ زنیم؟ کاری دکتری نیست. از لابراتوری برآمدگی نتیجه را گفته است. دیدیم عینا همین خیل. اکا آخر علم خطا کردنش ممکن نیست؟ علم به یگان کس خطا نمیکند، به تو خطا میکند. نباشد پدر کودک بختیار است؟ نه، همان روزی که مرا با جمیله شناس کردید حامله بودنش رو گفته بود. اکا زن در دفعه بودن میگوید که از من یک ماه حامله دار شده است. چی؟ تو چی ها میگویی؟ قسم میخورم. آخ خدایا توبه، بین رفت و جمیله رابطه بوده است. انیل تو درک داری از این کار؟ اکی مندو بختیار راست میگوید. چیزی شده باشد در همین لابراتوری شده است. شخص مسئول سنجش هم غیب زده است. لیکن سراغش را گرفتم. بیا انیل میرویم. آمدن تو شرط نیست، ما حل میکنیم. ما حل میکنیم. وای زن باز با چشمانم نگاه کرده پیسخند میکرد. در حیاتم خود رو چنین پسیس نکرده بودم. خود را غمگین نساز. در اصل رفت آدمی پس بوده است. این آدم به مثل کسلی روحی است. دیده و دانسته دعوت کردگی برین. این سری به عقلی من بعد از دیدنی آن صورت ها من چه خیلی باور کردم به آنجا رفتم. من خود را به نهایت پسیس کردم. ازل گریه نکن اکنون. همین خیلی یگان شبه نمونده. سیمای اساسیش را دیدی چقدر آدمی پس بوده است. رفت بر اینها همین خیلن. به دیگران عذاب داده خرسند می شوند. تو هم دیگر وان نخور تمام می شود. شخصی مسئول سنجش لابراتوری در اینجا استقامت میکرد. اگر در خانه نباشد آدمانش را انتظار میشویم. ناممکن است. بلا زند مرده است. اگه من بیهوش میشوم. چی گپ شد؟ تو هم از خون بیهوش روی رو سر کردی؟ نه اگه خیل از خون. مرا همین بیبختی همانو بیهوش میکند. درویش بیابان از ما بطالی تر است.
این را کی کشته باشد؟ جمیله نکشته باشد ها؟ سرش آشکار نشود گفته. بهودگویی نکن. جمیله باید این خیل کار را نکند. فوت کردنش ممکن؟ ممکن. جمیله را گرفته باز سنجش میگذرانیم. اگر کودک باز از بختیار برای چی؟ سفسطگویی نکن کلدم ابله. رفتیم. چرا باور نمیکنی؟ پدر کودک ریفت است. به این هم خانه‌داری عزیزه و ریفت ساخته است. چه خیل ساخته؟ همین خیل ساخته. شرط اومگ اویله‌دار شدند. این رو به تو کی گفت؟ شخصا ریفت خودش گفت. برای چی اویله‌داری ساخته کنند؟ مقصدشون چیه؟ مقصد ریفت داماد ایتکین یوز شدن بود. با من همین خیل گفته بود. مقصد عزیزه چیست؟ آن رو نمیدونم. چی طور این کارو با من روانیدی فواد؟ باز در جایگاه خودم رزیل. عزیزه انتقام گرفتن. وای حالا همه رو دوست می‌دارد. ریفت مرا دوست می‌دارد. انشاءالله همین خیل است جمیله. اگر این اویله‌داری ساخته هم دروغ باشد شریکیمون ابدا تموم می‌شود. چون که من یگان کس را فرصت دویم مراتبه دروغ گفتن ندادیم. من دروغ نمیگویم. تلفن جمیله خاموش است. نیست، در یگان جا نیست. معلوم که به اینجا نآمده است. اکا از کجا میابیم این زن را؟ در مشکلات در ماندیم. این زن خواستگیش را گرفت. باز چرا تلفنش را خاموش کرده گم می شود؟ این چه خیل کار است؟ جمیله گم شد. کودک هم در بالای بختیار ماند. تو مردی گفت به من. او را تا آخری حیات از دست بدهم. من به عزیزه زندگی کردن نمیتوانم. رفته همه چی را گپ میزنم. شین در جایت شین. کی را گپ میزنی؟ ریفت شکر نبودنم را همه چی را. تو چه ها میگویی؟ ایتکین ما را به اصال میچسباند. از بالایمان همه ماشین های شهر میگذرد. اکا تو به من حل میکنم گفتی نتوانستید. حاضر من حل میکنم. به عزیزه زندگی کردن برای مشکل است. برای من جزای کلام به عزیزه ماندن است. رفته همه چی را گپ میزنم. چیکار کردی؟ از دستایش بردار. به درون میبریم. طاهر در محله ما چیکار داشته است لطیفه خانم؟ ریفت یک رفیق دارد. خانه آنها رفته است. چی بود نامی وی؟ فراموش کردم. خیر هیچ گپ نی. رفیق ریفت در محله شما زندگی میکرده است. خدایا توبه. یعنی آقا ریفت در محله ما رفیق داشته است. من نشناخته باشم؟ هیچ نمیدونم. لیکن نبیرم را صحت و سلامت یافتیم. دیگرش مهم نیست. اکا باهوش میآید؟ باهوش بیاید اکنون بی‌ضرر است. این چی گپ است؟ مرا کشاید میگویم. من باید زود رفته با عزیزه گپ زنم. کشاید بند شما عشق مرا بستن نمیتواند. کندم میروم. کشاید گفتم. پیتر راست نزن. یگان کار کرده نمیتوانی.
تو با عشق در اینجا زندگی کردن گیر یگان بیعقلی نکنی. بین عشق تو رو چخیل ضعیف کرده افتون. با من گوش کردن رو یاد میگیری. تا ما کار رو حل کردن همینجا میمانی. انیل رفتیم. این بختیار بسیاری بد گذران. یک کارش افته زود با من زنگ میزند. ما یک سالی در روز شطه میخوریم و یک جواب نمیدید. من نمیدونم برادر، مدامی که شیف شدی از فواد شطه خوری مرا میپرسی. شادی بک؟ ویلده؟ شادی بک؟ ویلده؟ تو اینجا چی کار داری؟ اساسا تو در اینجا چی کار داری؟ خیلی چی کار دارم؟ من به منیکوری لطفه خانم اومدم. منیکور؟ ها؟ خیلی زیبا بود استی. ای تو اینجا چی میکوبی؟ برای یک جنازه اومدم همینجا. کی مرده است؟ یک خیش و تباری عزیز خانم. لیکن خیش دور است، به این یگان علاقه ندارد. مایلش، لیکن خانم عزیزه در خونه نیست، خونه رو ترک کرده است. آی راستی عزیز خانم. ها نباشد برای همین عزیز خانم به من زنگ زد وای سراغه وای نشود گفته وای کردم. برای همین وای مرا گفت که من حاضر زنگ میزنم. بعد ای چی میگوی شدی بگ؟ از گپایت یگان چیز نفهمیدم. منم از گپای گفتگی خودم یگان چی نفهمیدم. تابوت، مرده، پخته. خیر تمام دیگر هیچ چیز نمیپرسم. اگر به محله رفتنی باشی مرا هم ببر. راستی گپ جای نیست. چقدر جای نیست؟ اگر در تابوت بغنجی بود رو هی خدا جونت گیرد. جانم اکم با تو وخوردنم رو نمیخواهد. سبب چی؟ یک رفیقش تو رو میشناخته است. در حق من یگان گپی بد گفته است. نمیدونم یگان چی نگفت. نوران اکی تو ریفت چکر رو از کجا میشناسد؟ ریفت چکر کی است؟ باری اول از تو میشنوم. ای این ویلدن به من زنگ زده بود. زنگ زدن رو از خاطرم برآوردم. لبای در کجای جانم؟ با جنر در قهوه خونه نشسته ایم. تو چی؟ با شادی بک یک جای به خونه رفته ایستاده ایم. با اینجا بیاید یک جای خونه میرویم. شادی بک در قهوه خونه بودن یک جای میریم دعوت دارن. مایلش میرویم. حاضر میویم. مایلش سروغه رو میفرستم. شادی بک میآید. من هیچ نفهمیدم که چرا خودش رو با من چون عاشق نشان داد. همش برای با من عیش و عشرت کردن بود. یک انسان همین قدر بد بوده میتواند ازل. عزیزه جان وای شوهرت است کو. تو رو هم از دست دادن نمیخواهد. مردها همین خیلند. نه این خیل نیست. اویله داری ما در روی کاغذ بود. چی؟ چی خیل یعنی؟ بریفت وعده داده بودم برای همین این سی رو به تو نگفتم. اکنون یگون چیز دیگر اهمیت ندارد. ها اویله داری ما ساخته بود. باورم نمی آید. اول از اویله داری ساخته رو به حقیقی برگرداندن دلم را تازه نمود. بچون روی ملچه افلاس به چخ کرده پرتافت. اکا این زن در خانه نیست. در اینجا نیست. تلفنش خاموش. یگون ایز نگذاشته گم شده رفته. گوش کن انیل. هر تماس یک ایز میگذارد. جنایتی مکمل گفتنی چیز نیست. از هر قید در قفا یک نشانه میماند. در هیجان نشویم. یک بار دیگر فکر کنیم.
درهای دوزخ رو کشودند و از قفای ما تله میزنند. تو باشه فیلسوف بر این فکر کنیم. اکا ما آدمان کار هستیم، به حرکت در اومدن در کار. دمت را بگیر ابلهی کلدم. فکر نکرده 1000 قدم نزن، فکر کرده 1 قدم زن. اون ماینه به تو بهوده چسبانده شده است. دقتی مرا هم پریشان نکن، خاموش باش. من چی گفتم؟ تو چی به فکر رفته ای؟ با من 1 بار دروغ گفتگی را دوم بار احتمال راست گفتنش را حساب کرده ایستادم. تو خوب هستی؟ کودک از ریفت است، از من خوبتر میدونی. یگان کس از علمی طب خوبتر دانسته نمیتواند. با تو باور کردن خیانت به علمی طب میشود. لبای ازل جان، میدونستم سخنهای درست گفتگیت هم بوده است. برای تو بسیار خرسند شدم جمیله. عائله‌داری رفت و عزیزه ساخته بوده است. شادی بگ، التماس با حکم گپ زن. با جنیر شناس شود باوری دارم نقص میبیند. من هم باوری دارم بسیار نقص میبیند، لیکن مرا التماس در این کار قوش نکن. هیچ گپ نی، من با بختیار گپ میزنم. هر خیلی نباشد من نامزدش هستم، مرا گوش میکند. جینا البته ویلدن جان، تو با حکم گپ زن. لیکن شادی بگ، خواهش میکنم با حکم گپ زن. نوران من خودم حل میکنم. با فکر من هم خودش کار رو حل میکند. ریشکای خوش رو داره. میخیزیم نباشم. مایلش، من 1 دستشوی روم بعد میرویم. مایلش، زود باش. آها دیدیم از سمالیت فرامده است، راست به خانه رفته است. او انیق میوه؟ ها، برای فوتیه شده چیپتش رو 1 چند روز پیش گرفت. نه تشکر زیاد. هیچ گپ نی. مایلش کفایت تشکر. دستتون رو 1 کپیده بینم خوب تشکر. هستی؟ سردهت من خوبم. سردهت بچه آی تو چیکار میکنی؟ چی گپ شد؟ سردهت مایمون تو برای چی بنورن این خیلی نگاه میکنی ها؟ این خیلی نکنید. ابله تو کی هستی ها؟ برای چی کسی نگاه کردن نمیتوانسته است؟ برای آن که شادی بگ در کجای باشد شاخی خیلی بقای نگاه میکرده گیره میشکنه. عشقی گفته ای تو سفسته است. کسی بنورن من دست دراز کند دستش رو با تق میبرم. این خیل در 1 لحظه جنگاور نشو. راه عشق دراز است، به تنفس میمونی. او پدنالت میمونی در خونتون بشنی. تو از بین بیرون شو، کار نگیر. در عشق ما برای شخصی سیم جای نیست. ولی به راست بشه. اکا بس است. نوران چیکار میکنیم؟ نمیدونم. اونها یکدیگر رو میکشند. جنی تو برای 1 دروغ گفتن نوران چقدر او رو گریان کردی. از تو عشق نیست، دلخوشی است. اینجا بیا. از برای خدا نکنید، آخر شما آدمانی کلان هستید. من عشقم رو از دروغ پاک کرده صحیفه تازه کشادم. از این بعد کسی به مقابلم برایت چون آتش میسوزانم. بس از کفایه که از این بعد اگر به یگان دختر دست رسونم نادم. برگم شا اینجا. داشتم از اینجا. روید از دست اینجا. بگه من توبه کردم. جانم شادی بگ خوب هستی؟ خوب هستی؟ سازم تمام. من به تو امرو سرشته میکردم. تو چی گفتنی هستی بی عقل؟ بای آدم به نوران دست رسوند. دست رسانده باشد در اینجا کو بر این دوست داشتش است. برای نوران لازم شود من باران یا طوفان میشوم. مایلش گذشت تمام شد، اکنون میرویم. رفتیم. بیاید من شما رو گرفته برم. لازم نیست جانم، ما با شادی بگ میرویم. من برده میمونم. جانم باز اکم نبیند تبت رو خیره میسازد. این طور باشد مایلش. با خونه رسیدی خبر؟ مایلش جانم. در خونه رسیدی با وای برنویس. مایلش رفتیم شادی بگ. تا بخوری. شبی خوش. شبی خوش. جانی من چقدر پزمال شدم. جانی من، اصلی من، شیرینی من.
چقدر پزمون شدم. خوش اومدی. خوش باشی. خوش آمدی. خوش باشی. خوش آمدی دلبر جان. خیلی جان خوبم. وای شادی بک، استانبول رو بسیار یاد کردم. پگو یک جای گردی می شود؟ البته می شود. بسیار خوب. شادی بک اکنون ما رویم می شود؟ مایلش می رویم. هوا هم بسیار خنک. شما هم درآیید. خیر شبی خوش تا باز دید. خیر شبی خوش. شبای خوش. شبی خوش. آی جانی من اصلی من. نوران کمی خفه شد؟ یا اینکه اونها دوست داشتن؟ نه تو چی ها میگویی؟ او خودش دوست داشته دارد. بیا به خانه داریم که در اینجا یخ کردم. رفتیم. خیز کنی خیز. چی؟ من برای از وضعیت برآمدنمون تماما خواب کردن نمیتوانم. تو باشی خوراک کشیده خواب هستی. بیدار شوی فقط در هراس هستی. تو بر این انسان باز در دنیا هست یا نه؟ آواز از حجره بختیار آمد. کنی بیا رفتیم. آقای رفت رو بسته ماندند. تسر مرا کشاید زودتر باشد. کشاید میگویم. پدر؟ در کاسه ای جرگاتی پدرت گیرید اینها را. نجنبید میپرونم. پس زمین. پدر خطا میکنید. خاموش باش. درست و خطا را از شما میآموزم. حیات شما خطا است. هرگز اینا را سر ندید. یک آتش جنبت به پیشانیش تیر خالی کنید. حاضر من یک کارم را حل کرده می آیم. خوب شد از پدر. با شما بعد گفتگو میکنم. سعید بیگ بهروز این خیل نکنید. گوش کنید برادران. میدانم که شما امر آقای رفت رو پورا اجرا میکنید، لیکن ما را آزاد نکنید. سبب مردن آقای رفت پدر میشوید. مرا نقص فهمیدید. البته شما مردن آقای رفت رو نمیخواهید، میخیل نه؟ رفت پدر رو زنشان که ترک کرد به این احوال گرفتار شده. خودم رو میکشم گفته بیقرار شد. میخیل نه انیل؟ بله اکا. نو با سرش تیر میپرون که ما رسیده آمدیم، ما خودکشی نکند گفته بستیم آقای رفت رو. نباشد ما دیوانه ایم آقای رفت رو بندیم. چرا بندیم؟ ما دیوانه ایم اگر؟ التماس ما را آزاد کنید. ما را به پدر نمانید التجا میکنم. آقای رفت خودکشی کند هر دویتون را میکشم. چیکار میکنیم اکا؟ وای حادثه بختیار رو با کی گفتنی بود؟ با عزیزه. اگر بختیار رو من کردن نتوانیم عزیزه رو از بین میبرداریم. اکا چی ها میگویی؟ از دهانت برآمده رو گوشت میشنود. عزیزه رو دختری ایته که نووز رو از بین برداری میگویی. التماس خیل گپ نزن. دیوار موش دارد موش گوش دارد. یگان کس نشنود. آن خیل از بین برداشتن نه، یک مدت مهمان میکنیم. نه اکا، تو نقشه مقشه گفته سرت رو ویران کردی. از من پیش دیوانه شدی. اگر عقلت میبود دختری ایتکین یووز را دزدیدن را خیال نمیکردی. دیگر یگان چاره نداریم.
то ҷамиларо ёфтани мо кор аз кор мегузарад. вай одамоне ки кор фармуда будем ку айҳану ҷангиз ҳа онҳо азизаро бинанд мешиносанд. духтари айтекин явуз буданашро мефаҳманд ё ин ки не? не ба фикрам аз куҷо мешиносанд. бисёр наст. то ҳозир онҳоро занг зан ба назди хонаи азиза истода биёянд. бахтиёр ба азиза нарасида азизаро медузданд. ба як тори мӯи духтар зарар нарасад. ака ки аст он духтар? бисёр одами муҳим аст. фақат духтари як дӯстамон аст. падараш ҳамин хел хоҳиш кард. як чанд рӯз меҳмон мекунем халос. фаҳмидед маро? фаҳмидем ака. ту ба мо аз пул хабар де. масъалаи пул осон. аз ҳаққатон зиёдашро медиҳам. дар мо пули касе намемонад. майлаш ака. духтар амин аст. ягон хатоӣ намехоҳам. фикр кун ки кор ҳал шуд. барори кор. майлаш ака. ака як бори дигар фикр кунем аз ин кор баргардем дер нашуда. барои мо баҳр тамом шуд бародар. барои як нафар тир доштем онро ҳам парондем. агар ба ҳадаф нарасад гашта омада ба худамон мерасад. ҷои гурез нест. духтар баромад. мошинро ба дар наздик биёр. ман духтарро гирифта меоям. چی گپ شد ها؟ کمک کنید کمک کنید سرد ما را عزیزا کمک لعنتی یاری دید یاری دید کمک کمک سرد ما را با من نرس جوانگا فیزیوتراپی گپ نزنید. تو کم کم خیلی دهان تا جمع کردن نمیتونید. انا یک خواستگاری کنم این رفیقه ده. این خودش جور خون رفیقه. اگه من راست گپ نمیدونم که اویلش خیلی و مثال اولاد زنش خیلی به هر حال یک کار کنیم که همون بشر از آن تیم تو کار میگردم من خیلی. انا برای من جان توام میکنم. من خواهش میکنم که باید اون فیزیوتراپی گپ نزنید. مالش. ولی دوریم خیلی کنیا. مالش. مورا اکا امو شمالای مهر و محبت پرونده یعنی عبدالفیض جیان کتی نیت کردیم که خونه شما بیم یعنی جان یک دخترک خشور داشته ما هم یک بچه‌کی بسیار بچه‌کی بله گفتیم که همه رشته مهر و محبت و خویش تباری را با پیوندتر کنیم در ماشاءالله 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 همون دخترک شما را گفتیم خدا نصیب کرده باشه یعنی کرده بله مکه جوره خون ینگه جان اموی خودتو قطعی شوهری من شناسن؟ ها ینگه جان ما خیلی شناسی نزدیک بچه تو معلوماتی اولی داره؟ معلومات اولی داره میگه جنی ما این که از جنی من و بچه من جنی میشه معلومات اولی داره داشته باشه خیلی است همین پسرتون مای مینوشه؟ مای؟ ها مای چخیل مای؟ عرق نه این وای بیشتر ما خیلی عرق تمام پیاده بچه تو عسکری رفتگی؟ عسکری؟ خدمت کردگی بچه تو خدمت؟ ها خدمت نه گفتم که اکا خدمت نه که نرفت یک پسر دوری خودو نه باید دو دودر دیگه هم داره دودرش زن گرفت دودر داره زن؟ ها و اکا رو پسر زن داده حسن پسرتون خیلی قد و بستش چقدر؟ من همه کش برین یک بچه
نه خیلی این اکو این برینه ویم بچه خشرو بسیار بچه بزیب است. آیا پسرا تا عموما خدمت کردگی نه؟ من گفتم کو خیلی بچه من اکو مسئله خدمت ده. ای اکا ای امی بچه مونده قبل لیپوت قدپست خدمت میبرم.